سرخط مهمترین خبرهای روز. نرخ سوزشواری در تاجیکستان دوباره بالا رفت. طالبان گفتند به تاجیکستان تهدید نکردند و از حکم بزرگمهر یاروف 4 سال دیگر کم کردند. سلام بیننده عزیز، هفته نوتان بخیر باشد. خوشحالم که باز هم با خبرهای تازه در خدمت شما هستیم. شروع میکنیم از یک خبری فوری که چند لحظه پیش به دست ما رسید. حیات نعمت سمرقندی، ادیب شناخته تاجیک در سن 78 سالگی در شهر سمرقند درگذشت. در این باره ادش استاد شاعر تاجیک مقیم سمرقند و از دوستان حیات نعمت سمرقندی در صفحه فیسبوکیش خبر داد. مراسم ویدا با شاعر مرحوم بعد از ظهر امروز در دهه کوی سخا برگزار می شود. حیات نعمت سمرقندی شاعر، درامه‌نویس، ادبیات شناس، عضو شورای انجمن بین الخلق تاجیکان و فارسی زبانان جهان پیوند از سال 2000 عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان بود و برای اثرهایش به جایزه به نام دوشتیش نائل گشته است. سفر عبدالله، دانشمند تاجیک مقیم الماتا، هم در صحبت با رادیو آزادی گفت حیات نعمت سمرقندی شب گذشته درگذشت. به گفته همصحبت ما، شاعر چند وقت اخیر بیمار بود. شاعر حیات نعمت 78 سال داشت و در شهر سمرقند میزیست. اهل ادب او را همچون پیوندگر تاجیکان ازبکستان و تاجیکستان میگفتند. نمونه های اشعار حیات نعمت سمرقندی در روزنامه و مجله های گوناگون ازبکستان، تاجیکستان، ایران، استونیا، فرانسه، لندن، آمریکا، اسرائیل چاپ شدند. شاعر همچنین مترجم 100 غزل سعدی شیرازی، 120 غزل جامی و 100 غزل امام خمینی به زبان ازبکی می باشد. حیات نعمت همچنین مؤلف چندین درامه ها از جمله مهر پیروز یا زاده نور و دیالوگ این دردی روزگاری آدم می باشد. یک بخش فعالیت شاعر مرحوم جمع آوری تذکره ادیبان، شاعران، دانشمندان گمنام آخر عصر 19 و اول عصر 20 می باشد. او همچنین دایر به ایجادیات مولانا جلال الدین بلخی چند تحقیقات را انجام داده است. در تاجیکستان دوباره نرخ سوزشواری رو به افزایش نهاده است. رانندگان میگن یک مدت نرخ مواد سوخت میل پایین روی داشت، اما 3 روز اخیر دوباره نرخ بالا رفته است. از جمله به گفته رانندگان، نرخ گاز مایع که تا 3 روز پیش 7 سوم 30 درم بود، حالا تا 7 سوم 80 درم زیاد شده است. نرخ بنزین و سوزشواری دیزلی هم در 3 روز اخیر گرانتر شد. برخی از شرکت‌های وارد کننده مواد سوخت به تاجیکستان گفتند مجبورند که نرخ سوزشواری را بالا برند. از جمله شرکت گازپروم نفت تاجیکستان گفته است احتمال تا آخر های ماه اکتبر و اول ماه نوامبر سال روان مرحله به مرحله نرخ 1 لیتر بنزین 95 تا 11 سوم و 10 درم، بنزین 92 تا 10 سوم و 90 درم و سوزشواری دیزلی تا 10 سوم و 50 درم افزایش یابد. خبرگزاری خاور از قبل شرکت نوشته است سبب چنین بالاروی نرخ زیاد شدن نرخ محصولات نفتی در کشورهای صادرکننده از جمله روسیه می باشد. بالاروی نرخ مواد سوخت همیشه در تاجیکستان مایه نگرانی ساکنان بوده است، چون به دنبال گران شدن نرخ مواد سوخت، نرخ راهگیرا و مواد خوراکباری هم قیمت می شود. از جمله شهرداری دوشنبه اخیراً خبر داد که به خاطر گران شدن سوزشواری، راهگیرا در نقلیات های جمعیتی پایتخت بالا می رود. در دوشنبه کتاب تازه نشر شاعران تاجیک درباره پنجشیر را رونمایی کردند. بعد از حمله طالبان به دره پنجشیر که اکثرا تاجیک نشین است، وضع این دره و در کل افغانستان به یکی از موضوعهای اساسی در تاجیکستان تبدیل شده است. صدها نفر به طرفداری از تاجیکان آن سوی آمو صدا بلند کردند. همکارم نگاره فضل‌الدین در محفل رونمایی کتاب نامه به پنجشیر شرکت داشت و گزارش او را همراه می‌بینیم. عادل ناظر کتاب تازه نشری نامه به پنجشیر را مطالعه دارد. در این کتاب اشعار شاعران معروف تاجیک در وصف جوانان پنجشیر و جبهه مقاومت جمع‌آوری شده است. احمد مسعود تا این زمان می توانستی در اروپا راحت زندگی کند و از اونجا ایستادو مثل دیگر راهبران سیاسی افغانستان جار زند یا مثلا بیچاره نالی کند، ولی این جوان زمام مبارزه را به دست گرفت و به مقابل یک گروه تروریستی به پا خست که یک دولت را در 12 روز سقوط داد، شکست داد و ارک ریاست جمهوری را به جنگ ضبط کرده گرفت. گپ در سر اون که این کوشش احمد مسعود، این تشبث احمد مسعود که فرزند قهرمان ملی تاجیک، قهرمان ملی افغانستان و فرزند تمام تاجیکان جهان هست، اهل ادب تاجیک را، اهل ایجاد تاجیکستان را به طرف نگذاشت.
با تصرف افغانستان از سوی طالبان و سرزدن ناامنی در این کشور، در تاجیکستان هم بسیاری ها را بی‌طرف نگذاشته است. بسیاری ها برای حمایت از افغانستان صدا بلند کردند. شروع از شاعران نوقلم تا ادیبان و ایجادکاران معروف کشور شعر و ترانه ها ایجاد کردند. حالا وضع تاجیکان افغانستان و ناآرامی در این کشور به یکی از موضوعهای ادبیات تاجیک تبدیل یافته است. خورشید ز آسمان خراسان نرفته است، روح بلند ملتی کیهان نرفته است. شاهنامه نوی بشر آغاز می شود، از خون نبض آریان اسیان نرفته است. تخمیناً اوها می کند سهراب رستم است، از جسم پاره پاره ما جان نرفته است. وقتی که خانه همسایه تو میسوزد، تو آتش رو باید برای آن خاموش کنی که به خانه تو این آتش نچسبد، خانه تو نسوزد. فاجعه افغانستان چون فاجعه نسل کشی است و چون فقط در دره پنجشیر مثلا 150 یا 160 هزار تاجیک زندگی میکند و اینا رو میکشند. ما اکنون فهمیدیم که ما نمیتونیم خاموش باشیم. ما با سلاح جنگ نکردیم با کسی. ملت ما ملت آدمکش نیست، قاتل نیست. ما کتاب دادیم به سیاره، ما فرهنگ دادیم به سیاره، ما قصر و کشک‌ها و پیکره ها به سیاره دادیم. ما انسان ها، ما آنهایی که با ما هجوم کردن ما را کشتن، ما با اونا فرهنگ دادیم، اونا فرهنگی شدن و امروز ما به حال گرفتار شدیم که میخوان این ملت بزرگ از جهان نیست کنند. امروز احمد مسعود اهل و ایجادی تاجیک از آن نگرانند که با آمدن طالبان ادبیات و فرهنگ این کشور زیر خطر قرار گرفته است. این نظام عصر میانگی هست. بسر قدرت آوردنی، من آمدنم میگویم، بسر قدرت آوردنی گروه تروریستی مثل طالبان از جانب کشورهایی که پشتیبانی میکنند مساعدت کردن خطر جدیه، نه تنها به قوم تاجیک، به ملت تاجیک، به زبانش، به فرهنگش، به تاریخش، به میراث فرهنگی و ادبی و اینهایش خطری دارد، خطری بسیار بزرگی دارد، بلکه به تمام به زبان و به فرهنگ تمام قوم‌های دیگری افغانستان غیر از یک قوم، اگر بگیم قوم پشتون که طالبان از آن نمایندگی میکنند، خطری جدی دارد. در پی تنش و بحث‌های لفظی میان تاجیکستان و گروه طالبان، اخیراً برخی از رهبران این گروه گفتند هیچگاه به دوشنبه تهدید نکردند. از جمله ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، در صحبت به شبکه تلویزیونی آتر نیوز گفته است امارت اسلامی خواستار روابط حسنه با تمام کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان است، در حالی که خود همین ذبیح الله مجاهد چند هفته قبل از ارسال نیروهای لشکری منصوری به منطقه‌های هم‌مرز با تاجیکستان خبر داده بود. حالا میگوید یک نوع سوء تفاهم رخ داده است. این سخنگوی طالبان گفت به تاجیکستان یگان وقت تهدید نکردند و میخواهند که با این کشور همسایه افغانستان رابطه‌های دوستانه داشته باشند. تاجیکستان از کمترین کشورهای همسایه افغانستان است که تا حال با طالبان رابطه برقرار نکرده است. این گروه روز 15 آگوست بدون جنگ شهر کابل را تصرف کرد و حالا بر اکثر مناطق افغانستان به استثنای دره پنجشیر تسلط دارد. طالبان روز 6 سپتامبر حکومت خود را اعلام کردند، ولی تا حال یگان کشور آنها را به رسمیت نشناخته است. بر اساس قانون نوی عفو که ماه سپتامبر امسال به اجرا درآمد، مهلت حبس بزرگمهر یاروف وکیل مدافع زندانی را 4 سال دیگر کم کردند. خاصیت یاروف و خواهر بزرگمهر یاروف 17 اکتبر به رادیوی آزادی گفت در عفو سال 2019 6.5 سال از جزایش کم شده بود، حالا 4 سال دیگر کم کرده شد. به حساب 6 ساله که در محبس به سر میبرد 11 سال و 6 ماه دیگر حکم مانده است. بزرگمهر یاروف سال 2015 به حمایت حقوق 14 عضو ریاست عالی حزب حل در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی شروع کرد و بعد از آن به قلاب ساختکاری تحقیر نماینده حاکمیت و به احترامی نسبت به سود گناهکار و به 28 سال زندان محکوم شد. این حقوق شناس 6 سال اخیر با آن که برای بیگناهی خود باوری قطعی دارد در محبس به سر میبرد. نزدیکانش میگن یاروف را مقامات به خاطر حمایت از مخالفین و صادق ماندن به کسبش زندانی کردند، ادعایی که مقامات آن را رد میکنند. آسان و دسترس
хабарҳои навро аз канали телеграми радиои озодӣ пайдо кунед. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 18 اکتبر را فرا میگیرد. 18 октябри соли 1992 овозхони саршиноси тоҷик Кароматулло Қурбонов ва аъзои дастаи ҳунарияш ҳангоми бозгашт аз як базм дар ноҳияи Ёбон кушта шуданд. Ин қатл ба оташи ҷанги дохилии Тоҷикистон рӯған рехт. гумон рафт ки он кори дасти мухолифон аст, вале дертар ошкор гашт ки овозхони маҳбуб ва дӯстони ӯро Абдувосит Самадов ва мусаллаҳони ӯ ки тарафдори фронти халқӣ буданд ба қатл расониданд. 18 октябри соли 2019 Бонки Миллии Тоҷикистон дар рӯйхати афроди алоқаманд ба терроризм номи 2400 нафарро нашр кард. Дар он 122 нафар аз ҷумла рӯзноманигорони мунаққиди ҳукумат ва фаъолони сиёсӣ ҳам ҷой дода шуданд ки барои мавқеи сиёсиашон мавриди таъқиби мақомот қарор гирифтанд. Бонки Миллӣ таҳияи ин феҳристро як амри зарурӣ дар чаҳорчӯби ҳамкорӣ бо Созмони Байналмилалии мубориза бо пулшӯӣ номид. баъди эътирозу маҳкумияти бархи журналистони тарки Тоҷикистон карда, исми онҳо аз ин феҳрист берун карда шуд. шаби 17 ба 18 октябри соли 2017 қабри яке аз раҳбарони замони шӯравӣ ва қаҳрамони Тоҷикистон Бобоҷон Ғафуров аз боғи айнии шаҳри Душанбе ба оромгоҳи Лучок кӯчонида шуд. пеш аз ин қабрҳои Ҷаббор Расулов, раҳбари пешини Тоҷикистон, Боқӣ Раҳимзода, шоири маъруф Камол Айнӣ ва ҳамсараш Муқаддима Ашрафиро низ кӯчонида, дар ин ҷо танҳо оромгоҳи Садриддин Айнӣ монд ва бозсозӣ шуд. ҳукумати Тоҷикистон дар шарҳи ин қарори худ гуфт, ҳадафаш омехта накардани макони тафреҳ бо оромгоҳ аст. بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانی را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 18 اکتبر چنین اعلان کرده است. بیننده عزیز، اینجا رسیدیم با پایان برنامه نوید بامدادی. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. روزتان بخیر باشد.